خداوند آن ذاتی است که آسمانها را بدون ستونی که شما آن را ببینید بلند کرد و آنگاه بر عرش مستولی شد و آفتاب و ماه را رام کرد. همه چیزها تا زمان معین به مسیر خود حرکت دارند. همه کارها را تدبیر می کند. آیات خود را تفصیل وار بیان می کند تا باشد که شما به ملاقات پروردگار خود یقین کنید. و اوست که زمین را گسترد و در آن کوههای استوار را قرار داد و نیز رودبارها را و از تمام میوه ها در آنها دو جفت آفرید. شب را به روز می پوشاند. بیگمان در اینها آیاتی است برای قومی که تفکر می ورزند. و در زمین قطعات متفاوتی در کنار هم قرار دارند و باغهای انگور و کشتزارها و نخلستانهای خرما که بعضی از یک تنه رستند و برخی هم از تنه های جداگانه. از یک آب آبیاری می شوند. برخی را بر برخی در طعم میوه هایشان برتری می دهیم. حقا که در این آیاتی است برای مردمی که از عقل خود کار می گیرند.